روی این چولو برگ توت و کرمک ریخته شده است. سبز و سفید و دراز مانند کرمک میباشد. برگ توت همچون غذای اساسی کرمک ابریشم در ساحه کرمک پروری به طور وسیع استفاده برده می شود و این شب و روزها همین طور یگان لحظه کرمک را به این غذا نمیگذارند. آغاز 10 روزه دوم ماه می دوره حل کننده می باشد. حالت 3 مرتبه خواب میکنه. در همین حالت ها چیز میکنه. بعد خواب کردن یک گفتی مادرم که مرچه خوابک میکنه، بعد بتنیدن سر میکنه. حالا ما بتنیدن شروع کرده است. همش نه آهسته برای که بعضن کلان معده میشه. همین حالت ها ما نمیتونیم مقصد. اوجنبی سلیمووا کرمک پرور است. در دهه جوریز دهاتی به نام عبدی‌عوض در ناحیه واسه سالها باز به این شغل مشغول است. در این سمت این کسب را میراث از پدر گرفته آن را تا امروز پیش میبرد و خوب درک میکند که محصولاتی که او استحصال مینماید من بعد در کارخانه های صنعتی کارگر شده از آن متاعهای ملی اطلس و اطلس استحصال مینمایند. امسال همگی 5 گرم پیله گرفتیم. حالتش سوزه. ای پیشتره دانش سوزه. هر سال ما هم خیلی پیله میگیریم برای خوجگی دهقانی، برای پیشبرد کارهای خوجگی استفاده بودم. سال بهتر اومد. خیلی بارونگری هم کم بود. سال برای پیله کاره به حد سالی. در دهاتی به نام عبدی‌عوض همراه با اوجنبی کرمک پروران مقصد دارند که در این موسم به قدر 1 تن این محصولات مهم صنعتی را استحصال نموده به نقطه های قبول سپارند. اوجنبی سلیمووا با پرورش و نگاهبینی کرمک ابریشم ذوق کلان دارد، لیکن میدان فعالیتش که همگی یک حجره کاری می باشد این را برای خودش پسنده حساب نمی کند. آرزو دارم که در آینده می ساحه کرمک پروری را به راه مانده یک چند زنان خانه‌نشینی را برای به کار جلب کردن دستگیری کنند. ما در حاضر زمین داریم. وقتی زمین باشه ما همه نقشامون را عملی کرده میتوانیم. او در این سمت تجربه بای دارد و برای وسیع نمودن سمت فعالیتش در این صحبت کارمندان جماعت دهات را باور کنند که از عهده این کار برآمده میتواند و با تشکیل کارخانه و جلب زنان دهات به این شغل حجم استحصال این محصولات را چندین کرات زیاد می نماید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.